خب میریم پیج بعدی. توی این قسمت در حال حاضر به چه کاری مشغول هستید باید وارد کنید جزئیاتشو. اگه دانشجو هستین، اگه جایی مشغول به کار هستین، کارمند هستین، اینجا وارد میکنین. خب انتخاب میکنین ببینیم کدوم دسته هستین. یه سری لیست میبینین که اینجا نوشته. اگه دانشجو هستین استودنت رو بزنین، اگه ریسرچر هستین ریسرچ رو انتخاب کنین، اگه نظامی هستین ملیتری، اگه جزء گروه مدیکال هستین این، یا اگه مثلا آرتیست هستین هرچی انتخاب میکنین. خب من مدیکال رو انتخاب میکنم. وقتی که این دسته رو انتخاب میکنین از شما یه سری اطلاعات ریزتر میخواد. مثلا میگه present employer یا school name. اگه دانشجوین اسم دانشگاه رو مینویسین، اگه کارمندین اسم اون شرکت و یا برای من کلینیکی که هستم رو باید اینجا وارد کنم. خب قسمت بعدی آدرس این جا هستش، شهرش، استیتش، زیپ کد که نداریم میزنید does not apply، شماره تلفن همونجور که گفتم، کانتری ریجن هم که ایران اگه هستش وارد میکنیم. خب استارت دیت تاریخی هستش که شما توی این شرکت شروع به کار کردین. خب اینجا سال رو وارد میکنین به میلادی، ماه و روز. بچه اگه نمیدونین به میلادی چه تاریخی بوده، خیلی برنامه هستن. مثلا تو خود لپتاپ من یه تقویمی هستش که اینجا میتونم از این قسمت تبدیل تاریخ شمسی رو بدم، تاریخ میلادی رو بگه. خب اینجا حدود درآمدی که داشتین اگه کارمند هستین رو وارد میکنین. نکتهش اینه که باید به پول لوکال باشه. یعنی چی؟ یعنی ما باید به ریال وارد کنیم. و briefly describe your duties. مسئولیت هایی که داشتین توی این شرکت رو به صورت خلاصه توی یکی دو جمله اینجا می نویسیم. مثلا من میتونم بگم که I work as a general practitioner و همین. خب بچه وارد صفحه بعدی میشیم. این در مورد کار قبلی یا تحصیلات قبلی که داشتیم سوال میکنه. میگه very previously employed، آیا قبل از این کارتون هم استخدام شده بودین؟ اگه بزنین yes، مشابه صفحه قبل اطلاعات شغل قبلیتون هم میخواد از شما. و سوال بعدی میگه که have you attended any educational institution at a secondary level or above. اینجا بچه اگه مدرک دانشگاهی دارید که اکثریت همینطوره گزینه yes رو میزنید و اسم دانشگاه و آدرس دانشگاه و شماره و کشور و کورس آف استادی میشه رشته‌ای که خوندید رو اینجا وارد میکنیم و تاریخ شروع کورس هاتون و تاریخ فارغ التحصیلیتون هم اینجا وارد میکنیم. خب بچه‌ها میریم صفحه بعدی. یه سری سوال جواب هاست که از این به بعد جوابشون اکثرا نو میشه، ولی حالا اون جایی که باید اطلاعات وارد کنید و من بهتون میگم. مثلا پرسیده جزء دسته یا قبیله هستی که میزنی نو. میگه لیست زبان هایی که میتونی صحبت کنی و اینجا وارد کن که خب فارسی میتونیم صحبت کنیم، هممون پرشین مینویسیم و خب مثلا من آذری هم اضافه میکنم و خب هممون انگلیسی صحبت میکنیم، انگلیسی هم وارد میکنیم. اگه زبان دیگه ای هست اضافه میکنیم
میگه آیا به کشوری توی این 5 سال اخیر مسافرت داشتی؟ اگه داشتی میزنی yes، اگه نداشتی no. وقتی میزنی yes اسم اون کشور رو ازتون میخواد که وارد میکنین. مثلا سوال بعدی میپرسه که آیا به سازمان حرفه‌ای، اجتماعی یا خیریه‌ای تا به حال کمک کردی یا عضوش بودی و کار کردی براشون، که پیشنهاد میکنم گزینه نو رو بزنین. خب میگه آیا اسکیل های مربوط به یه سری کارهای نظامی رو اینجا آورده، میگه داشتی اینجور اسکیل ها رو که حتما بزنین نو. میگه آیا تا به حال سربازی داشتی، رفتی؟ اگه داشتی میزنی yes، اگه نداشتی no. وقتی میزنی yes اسم کشورت رو وارد میکنی، branch of service میشه جایی که بودی. حالا یا باید بزنی اگه ارتش بودی بزنی آرمی، اگه سپاه بودی که بزنی سپاه، اگه نیروی انتظامی بودی بزنی پلیس. قسمت بعدی میگه که رنک یا پوزیشنت چی بود. بچه ها اون رنکی که داشتین و حتما میتونین تو این سایت مثل گوگل ترنسلیت ببینین، چون کلمه های تخصصیه و اینجا بنویسین. مثلا من صدفان اول بودم، می نویسم که First Lieutenant. خب میلیتری اسپشیالتی اون حرفه‌ای که تو سربازی داشتید میشه. بعد تاریخ شروع و تاریخ پایان خدمتتون رو اینجا وارد میکنین. خب سوال بعدی هم میپرسه که آیا توی واحد شبه نظامی چریکی عضویت داشتین یا با اونها درگیر شدین، که خب پیشنهاد میکنم گزینه نو رو بزنید. کلا دوستان از این به بعد یه سری سوال هایی میپرسه که همشون جوابش نو میشه و هر کدوم رو یس بزنین منجر به ریجکتی شما میشه. خب این سوال ها شروع شدن، همونطور که میبینین همه رو باید نو بزنین. سوال هایی که میگه نمیدونم تا با دراگ ابیوزر بودین، معتاد بودین، مشکل روانی داشتین، یا مثلا اینجور سوالا که همه جوابش نو میشه. خیلی راحت. خب همه رو نو میزنیم. میریم صفحه بعد. همونطور که گفتم همه نو. بچه صفحه بعد که وارد میشین این سوالا دیگه تمام شد و یه سری اطلاعات دوباره میخواد. تو این صفحه که وارد میشیم شما باید حداقل اسم 2 نفر رو وارد کنید توی ایران که بتونن
این اطلاعاتی که شما دادین رو تصدیق کنن. اگه نیاز بشه که خب معمولا این کار رو نمی کنن و چک نمی کنن. و این 2 نفر نباید از خویشاوندان، مادر، پدر، فامیل باشن. میتونین اسم همسایتون رو یا اسم استادتون رو یا شخص دیگه‌ای که میشناسین رو اینجا وارد کنین. همون اطلاعات زیادی هم نمیخواد، اسم و فامیل، آدرس و شهرش. همونطور که گفتم زیپ کدها رو does not apply میزنین، تلفنش و ایمیلش رو اینجا باید وارد کنین. خب دوستان توجه داشته باشین، اسم این 2 نفر که وارد میکنین خیلی مهمه. حتما یه سرچ بزنین اسم این شخصی رو که میخواین وارد کنین تو گوگل، ببینین شخص مشابهی نباشه که کارهای سیاسی انجام داده باشه. اینا رو که وارد کردین میرین گزینه بعدی که اطلاعات سرویستون هستش. خب وارد صفحه بعد میشیم. اینجا سرویس آیدی و پروگرام نامبرتون رو میخواد. این اطلاعات توی برگه آی بیس یا دی اس تون هستش. سرویس آیدی معمولا بالا سمت راست برگه آی بیس یا دی اس نوشته میشه و همونطور که مثال زده عددی هستش که با n شروع میشه و یه سری عدد بعدشه. پروگرام نامبر هم طوریه که اولش با یه حرف شروع میشه، اینجا اون حرف رو مینویسین و بعد یک عدد و یک عدد 5 رقمی هم در آخر شامل میشه. و خب سوال بعدی که میگه آیا قصد تحصیل در آمریکا رو دارید، که اگه تحصیلی میرید میزنید yes و اطلاعات اون دانشگاه رو وارد میکنین و اگه نه مثلا میرین پستاک گزینه نو رو میزنین. خب بچه تا اینجا اطلاعات دیگه تکمیل میشه. کل اطلاعات رو وارد کردیم تا اینجا. قسمت بعدی گزینه عکسی که باید آپلود کنید. این عکس حتما باید به صورت مربع باشه به ابعاد 5x5 و بک‌گراند حتما باید سفید باشه. هیچ گونه سایه‌ای پشت سر شما روی عکس نباشه و اصلا مهمتر اینکه در 6 ماه اخیر این عکس گرفته شده باشه. و نکته بعدی این که عینک هم نباید در این عکس داشته باشید. بعدش عکستون رو آپلود میکنین. اگه همه این شرایط رو داشتش سایت خودش یه چک پوینت سبز میذاره کنار عکستون و شما یه بار هم همه اطلاعاتی که وارد کردین رو مرور میکنید، تایید میکنید، آخر سر همون سرویس آیدیتون رو به عنوان کانفرمیشن نامبر میده و کار شما تمومه. شما صفحه آخر رو پرینت میگیریم و به عنوان کانفرمیشن DS160 تون با خودتون میبرید سفارت. امیدوارم روز مصاحبتون همه چی عالی پیش بره و ویزا رو بگیرین. موفق باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.